همچین موقعیتی اگر قرار گرفتی مهاجم میاد کاملا شیمت کنه، زمینگیر کنه. ببین دستی که گردنتو گرفته جهت شیمه کردن رو با دست مخالفت محکم از پشت بازو بگیر، این دستت هم ببر کمک. قبل از اینکه زمینگیرت کنه تو بدن مهاجم بچرخ به این شکل، پاتو بیار بذار پشت مهاجم، دست مهاجم رو کامل بگیر، این پاتو بذار جلو پای مهاجم و دستش رو رها نکن، محکم بگیر. اینجا دست مهاجم رو کاملا در بیار، میتونی ضربه بزنی داخل فک مهاجم برای گیج کردن یا بیهوش کردن مهاجم. امیدوارم آموزش مورد پسند واقع شده باشه. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا میسپاریم.